سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی دوستان عزیزمون. دوستان، این بار با یک دوره برنامه نویسی در خدمتتون هستیم. زبان شیرین C++. در خصوص این دوره بهتون بگم که یک کم با بقیه دوره ها فرق داره و میتونین اینو در نظر بگیرید که هر کسی که شاید این دوره رو بخونه و تمرین هایی رو که در انتهای هر ویدیو براتون ارائه میشه به خوبی انجام بدین، بلا استثنا بعد از شاید بتونم بگم که پایان دوره شما به حد قابل قبولی از زبان برنامه نویسی C++ رسیدید. خب وقت این هستش که بریم ببینیم در این دوره ما میخوایم چیا رو یاد بگیریم. در قسمت اول این دوره قراره که در مورد تاریخچه کامپیوتر یکم بحث کنیم. بچه‌ها ببینیم مثلا کامپیوتر چیه، چجوری به وجود اومد، اصلا فلسفه به وجود اومدن کامپیوتر چیه. برای خیلیا شاید این مطالب زیاد جذابیت نداشته باشه، ولی برای بعضی از دوستان خیلی در مورد اینها مشتاق هستن. و در ادامه ما همونجور که مستحضر هستید زبان کامپیوتر اون زبانی نیست که ما داریم صحبت میکنیم، زبان باینری هستش. یه دیدگاه کلی در خصوص اینکه باینری چی هستش، سیستم های عددی چی هستش و به غیر از باینری میتونیم در مورد دسیمال و هگزادسیمال قراره ما بحث کنیم. و در ادامه این جایی هستش که من میتونم بگم این دوره رو با بقیه دوره ها متمایز و متفاوت میکنه. دلیلش چی هستش؟ ببینین دوستان گرامی، کل زبان برنامه نویسی، هر چیزی که فکر کنی شما نیاز به این خواهید داشت که یک ذهنیت برنامه نویسی داشته باشید و قسمت الگوریتم و فلوچارت جایی هستش که این مایندست شما رو پرورش خواهد داد و در ادامه شما به این ذهنیت خواهید رسید که آقا ما اصلا چی میخوایم و چرا میخوایم اصلا برنامه نویسی کنیم. و دقیقا همینجا جایی هستش که دوره من رو از بقیه دورها متمایز خواهد کرد. و در ادامه ما میرسیم به زبان محترم و خیلی شیرین C++. دوستان الان خودتون میدونید که امروزه زبانهایی مثل پایتون و شاید بتونم بگم روبی و گولنگ خیلی چیزایی هستن، برنامه نویسی، زبانهای برنامه نویسی هستن که بازار رو احاطه کردن. ولی من به شخص خودم زمانی که آموزش میدیدم از زبان C++ شروع کردم. زبان C++ واقعا خیلی جالبه. ببین یعنی متفاوته با بقیه زبان ها. من توهینی به بقیه زبان ها نمی کنم، ولی خدا وکیلی زبان برنامه نویسی C++ یک زبانی هستش که جفت و جور میکنه، یک شروع و انتهایی داره و به شما این ایده رو میده که از یک جای شروع کنید و به یک جای ختم بشید، برخلاف بعضی از زبانهای برنامه نویسی که فقط بهتون اسکریپت نویسی یاد میده. حالا جسارتی به بقیه اساتید و زبانهای دیگه نمی کنم. خب من دورم همین هستش و در ادامه همین پایتون و غیره رو هم ارائه خواهیم داد. و در خصوص این که در مورد C++ چی یاد بگیریم دوستان، بلا استثنا ما یاد خواهیم گرفت در مورد شیگرایی، چجوری شیگرایی رو استفاده کنیم، کلاس بندی ها چیه، افراز ها چیه و تمام چیزهایی که به یک زبان برنامه نویسی چه C++ باشه و چه زبانهای دیگه باشه مطمئن باشید یک ذهنیتی به دست خواهید آورد که بعد از این دوره هر زبان برنامه نویسی دیگه ای شما اگه برید فقط لازم هستش که سینتکس ها رو یاد بگیرید. و در نهایت از همتون تشکر میکنم که تا این لحظه کنار من بودید. لطفا لایک و سابسکرایب کنید و حتما نوتیفیکیشنش رو هم آن بفرمایید تا اینکه
دو قسمت های بعدی این دوره که قرار پابلیش بشه ازش بی اطلاع نمونید و با لایک کردنتون به ما انرژی بدید و همچنین اگر سوالی براتون پیش اومد میتونید در قسمت کامنت ها از من بپرسید. در خدمتتون هستم. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.